سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی یوتیوبی دیگه. من حسن لقودی ام. چقدر دلم براتون تنگ شده بود. برگشتم، ولی این دفعه یه پلیلیست داریم، یه پلیلیست 1 ساعته است و هر ویدیو توی این پلیلیست بین 5 الی 7 دقیقه است و اسم این پلیلیست رو خیلی دوست دارم. اسمش 1 ساعت تا ذهن و جیب قوی‌تره. میخواستم بذارم پربارتر ولی گفتم قوی‌تر بهتره، چون ذهن قوی‌تر خیلی بیشتر کمک میکنه. خب بریم که با هم دیگه شروع کنیم. نمیدونم دیدید کاور رو یا نه. نوشتم که چطوری بعضیا همیشه چند قدم جلوترن، مثلا یه قدم جلوترن. چیزی که کمک میکنه به این افراد که همیشه یک قدم جلوتر باشن اینه که مثل مرغ نوک بینی خودشون رو نگاه نمیکنن، آینده نگرن. یعنی اگر من بخوام یه حرکتی بزنم عواقبش رو در نظر میگیرم که آقا اگه من قراره این حرکت رو بزنم چه عواقبی داره، عواقبش رو در نظر میگیرم، آینده نگری میکنم براش. خب تایید میشه. حالا میخوام یه مثال پرنده رو بزنم. توتی تا یه جایی میتونه پرواز کنه، کبوتر حالا یه جای دیگه، باز یه جای دیگه، مثلا شاهین یه جا، عقاب یه جا. چطوری میشه که یه سری پرنده میرن رو بالای ابرا پرواز میکنن؟ مثلا وقتی که بارون میاد عقاب این کارو میکنه، میره بالاتر از ابرها پرواز میکنه که خیس نشه وقتی که بارون میباره. اگر دقت بکنیم پرنده مثل عقاب بالهای بزرگتری داره. حالا اینو میخوام توی آدم ها مثال بزنم. توی یک آدم شما نمیتونی یه بال بزرگتر در نظر بگیری که این آدم یه بال بزرگتر داشته باشه، اما چیزی که میتونی در نظر بگیری یه چیز خیلی باحاله، قدرت فکر اون آدم. خیلی ها برمیگردم میگن آقا آدم ها قدرت انتخاب کردن دارن، یا اصلا میگن آقا فرق یک انسان، یک آدم با بقیه موجودات که حالا آدم اشرف مخلوقاته حق انتخابشه، حق انتخاب داره. خب حالا خیلی ها حق انتخاب رو چی میگن؟ میگن آقا حق انتخاب از این که راه راست رو برم یا راه کج رو برم. من دیدگاه هم این نیست، نمیخوام این دیدگاه رو توی ذهن شما بکارم. خب حالا پروفایل بیله نمیخوام بکارم، چون من محصولات رو میکارم، یعنی شروع کاشت محصولات با من یکی بیلم و برداشت محصولاتم با منه. خب حالا این یه بخشی از بیله. ما عمیق‌ترین چاله ها رو میکنیم. این شعار خیلی دوست دارم، ولی شعار اصلی اینه: یا مسیر خودتو بساز یا تو مسیر بقیه گم شو، یا افکار خودتو بساز یا تو افکار بقیه و دیگران گم شو، یا باور و عقاید خودت رو داشته باش یا تو باور و عقاید دیگران گم شو. پس این یا مسیر خودتو بساز یا تو مسیر بقیه گم شو خیلی فراتر از این حرفاست که فراتر از یک جمله کوتاه. حالا وارد حاشیه نمیخوام بشم. چیزی که مهمه اینه من حق انتخاب دارم، اوکی این آبو بردارم بخورم، اما یه چیزی بگم، توی فکر کردن چی؟ من حق انتخاب دارم که چطوری فکر کنم. یکی حق انتخاب داره برای فکر کردن که برای 5 دقیقه بعدش تصمیم میگیره، یکی برای 5 ثانیه بعدش تصمیم میگیره، یکی برای پنجشنبه شبش تصمیم میگیره، ببخشید اینجوری میگم، یکی هم برای 5 سال بعدش تصمیم میگیره و فکر میکنه راجبش. حالا این فکر کردنه همون حکم بال رو توی پرنده ها داره که پرنده ها هرچی بالهاشون بزرگتر باشه بیشتر اوج میگیرن و تو هرچی فکرت بزرگتر باشه از بقیه افراد که فکرشون نسبت به تو کوچیکتر و پایینتر لولش، تو جلوتری. این میشه دلیلی که چرا بعضیا همیشه یک قدم جلوترن. برو تو زندگی اون فرد ببین چطوری داره فکر میکنه. یعنی تو وقتی میخوای پولدار بشی 2 تا حالت بیشتر نداری، میخوای جیبتو پر پول کنی، یا باید توی موقعیت قرار بگیری یا باید تکرار بکنی. خیلی وقت پیش بود یه دوست عزیز یه تیکه از کتابو عکس گرفته بود، استوری گذاشته بود، فکر کنم استاتوس واتساپ بود، نوشته بود باور تکرار زیاد یک فکر. خب اگه اینجا هستی سلام. تکرار زیاد یک فکر. خب حالا 2 تا حالت داریم، یا تو محیط پولدارا قرار میگیری، یک فکر رو اونقدر تکرار میکنی که باورت بشه، ولی یه باگی این وسط هست. حالا جلوتر راجع به قانون جذب و عملگراییش هم میگم، خیال بافی حالا تو یادی، ولی جلوتر میگم توی پارت‌های بعدی میگم. اگه دوست داری پیج کانال سابسکرایب کن ببین بقیه پارت‌ها رو. اگه دوست داشتی همه پارت‌ها رو ببین خوشت اومد سابسکرایب کن. اینجا لزومی برای سابسکرایب کردن نیست. من لزومی نمیبینم که سریع‌ترین سدکایی رو تو یوتیوب فارسی بدم، نه، برای عشق خودم حال میکنم با یوتیوب تولید محتواش میکنم. پس اگه میخوای یک قدم یا چند قدم جلوتر باشی نسبت به بقیه آدم‌ها، یک قدم یا چند قدم بزرگتر فکر کن. خب
و یه چیزی رو یادت باشه، این فکر کردن دست توه. نذار دیگران برای تو فکر بکنن، نذار دیگران افزار زندگی تو رو در دستان خودشون بگیرن. اینم بازیه. خب این ویدیو همینه کلش. یعنی من میخواستم بگم آقا اگر میبینی یکی یه قدم از تو جلوتره، یه قدم بزرگتر از تو داره فکر میکنه. اگر تو اینجا، یکی اینجاست، اصلا تو کادر ویدیوت نیست، تو کادر زندگیت نیست، تو میخوای برسی اینجا، بعد ببینی چه افکاری داشته. گفتم دوتا، یکیش باید تو موقعیت قرار بگیری که ببینی چجوری داره فکر میکنه، چجوری داره رفتار میکنه، چه عادتهایی داره که اونا رو بسازی که باز همشون از فکر نشد گرفته که تو اگه فکر اون آدمو بسازی همونجوری پولدار هم میشی، چون افکار بعد میشه احساسات، بعد میشه اقدامات، بعد شخصیت، بعد میشه زندگیت. خب پس از اون افکارش میگیره. اما دومین راهکار چیه؟ تکرار کردنه. تکرار باید بکنی. یک فکر رو اونقدر تکرار کنی که باورش کنی. باگه چیه؟ باگه اینه. خیلی از آدما میگن آقا من تا این آبو نبینم که توی این آبه باور نمیکنم توی این آبه. مثال رایجشو دارم میزنم. ولی یکی باور داره توی این آبه، میبینه که توی این آبه. چیزی که میبینی رو باور نکن، چیزی که نمیبینی رو باور کن تا چیزی که میخوای رو ببینی. خیلی فلسفی شد، ولی برای اینکه از فلسفی بودن در بیاد الان بهتون میگم چیکار کنید. شما یه بذری رو میکارید، خب اون بذری محصولی به شما میده، ولی شما ریشه ها رو نمیبینی ولی محصول رو میبینی. و یه جمله خیلی قشنگ هست، میگم و ویدیو رو تمام میکنم، این که شما بذر رو میکاری، ریشه رو نمیبینی، محصول رو میبینی. بخوای محصول رو تغییر بدی، بذر رو باید تغییر بدی که یه ریشه متفاوت و یه محصول متفاوت بشه. اما جمله کلیدی اینه توی این ویدیو، این نادیدنی ها هستند که دیدنی ها را میسازند. با این جمله زندگی کن. درکش که بکنی برد کردی. درکش که بکنی میفهمی که من نمیتونم بفهمم الان دارم چیکار میکنم، زندگی نمیدونم چرا اینجوریه. یه سری اقدامات انجام دادی دست خودت نبوده یا ناخودآگاه انجام دادی. 95% زندگی تو داری ناخودآگاه زندگی می‌کنی، 5% خودآگاه. ولی وقتی این جمله رو درک بکنی به خودآگاهی میرسی و میتونی خودآگاه ببری توی ناخودآگاهت چیزایی که میخوای و ناخودآگاهت تاییدیه‌شو میگیره چون تکرار کردی، تو زندگی شکل میده. و به اصطلاح بهش میگن از خودآگاهی به ناخودآگاهی رسیدن. یعنی من یه چیزی رو خودآگاه میگم تا به ناخودآگاه برسه. خیلی